اولا که ما رفتیم بریم سمت کنسولگری برای برگ خروج. دوان کسکشای بیناموس، چقدر بی تربیتید، چه در گاله رو وا میکنی هرچی دلت میخواد اون زیر مینویسی. بی شرف، خجالت بکشید بابا، عقده یا به درد نخور. من همین دیشب تو ایرپورت بودم، همه تو ما همین عکس میگرفتید پشت تلفن، همه میشید لاتو به درد نخور بی تربیت. خار کسته، چه قشنگی نداره اصلا که. تو کامنت قشنگ بذار آدم بیاد بگه به به چه کامنت قشنگی، کامنتت هم استوری کنه. این چه مادر جنده بازیه نمیخوایم بذارینش کنار. خجالت بکشید. اولا ما داریم میریم برای خروج و امشب دیگه به امید طبیعت کف تهرانیم با همون معراج یار همیشگی پدر تنظیم ایران، پدر خوانده، پدر بزرگ.